تغییر زمانه پیشتر آرام بود و صورتش پستر بود. همزمان بچه های هم تغییر می یافتند، استادان هم تغییر می یافتند، سیستم هم تغییر می یافت، همه چیز آهسته آهسته موافق شده می آمد. اما در همین عصری که ما داریم، در عصر 20، خاصه همین در 30 سال اخیر، با سرعت سنایپر تغییرات شد و تغییرات بسیار تغییرات کلی شد و ما اثبات نکردیم که موافق شویم با این. بچه های نو که آمدن به دنیا، اینها همین زمان امروز این خیلی موافق شدن گرفتن، اما ما اثبات نکردیم برای آنکه این چیزی نیست که ما یک بار چیز باشیم. ما معلوم که ما زمانهای بد اثر گذراندیم و همه ما با زندگی مشغول بودیم و هیچ فکر نکردیم که ما باید بغیر از شکم سیر کردن و خوراندن دیگر کارهای مهم هم باید به انجام رسانیم. به این وقت نه، اکنون آمده استیم، پس از چند سال آمده استیم که شکم ما سیر نسرین نقص، اکنون یک چیزهای دیگر به اهمیت میدیم و فکر میکنم یکی از سببش همین است که به زودی تغییرات شد و ما حالی موافق نشدیم یعنی ابنویت نشدیم. ابنویت میبیاد که تلفن های ما هنوزم با تلفن های کهنه، تلفن های سال 2015 میخواهیم که امروز کنیم، استفاده کنیم. مثلا امروز سرعت اینترنت 10 برابر زیاد شده است، 4G آمده است، اما تلفن ما 4G قبول نمی کند. فرمت های و ما چیز است، یعنی ما هنوز موافق نشدیم. یعنی یکی از به فکر من موافق نشدیم و یکی از کارهایی که ما باید کنیم، ما قبول کنیم، پیش از همه قبول کنیم که دنیا دیگر شد، بچه ها دیگرن. این بچه ها دیگر و بچه ها نیستن که مثلا معلم ما هر چیزی که برای ما معلم میگفت اگر همین خیل برای این بچه ها گیم نمیگذاره. این با اینها دیگر خیل کار کردن کار، یعنی و این انیق و اکنون ما اینجا چی خیل کنیم